سلام بچه، خوب هستیم. ببینیم بچه الان یه مشکل همه ایرانیان که الان وجود داره این وضع طلا و بورس و کلا دلاره که میگن آقا توافق میشه نمیشه، دلار میاد بالا پایین یا چی میشه. کلا ببینید الان مادر من که شخصا میشه گفت داخل بورس و اینا راحت‌تر میشه گفت سرش میشه، تریدم میکنه، بعد کلا از وضع بازار خبر داره. ببینین یکی از پیش‌بینی‌هایی که من و مامانم کردیم، البته مامانم یه مدت حالا خیلی کوتاهی در مورد این بورس هم بعضی وقتا منم باهاش میشینم میبینم در مورد این توضیحات، و میشه گفت من و مامانم یه پیش‌بینی در مورد این طلاها کردیم. ببینین چه توافق بشه چه نشه، این ایران قرار ضرر خیلی بدی رو بخوره. میدونی چرا اینو میگم؟ آخه ببین اگه توافق بشه خب مردم ایران خیالشون راحت میشه، بعد این دولت آمریکا و ایران میان همه چیزو یهویی میارن پایین، یعنی دلار، طلا، ملک، خونه، ماشین، همه چیزو میارن پایین، مردم میترسن، میان همه دارایی‌هاشون رو میفروشن، به ریال تبدیل میکنن. خب تا اینجاشو فهمیدی؟ وقتی به ریال تبدیل میکنن همه داراییشون دیگه ریاله، و این دولت وقتی میفهمه نصف بیشتر مردم ایران همه داراییشون رو تبدیل به ریال کردن، میان چیکار میکنن؟ آفرین، میان دلار و اونس و قیمت خونه و ماشین و طلا و اینا رو میبرن بالا. اینجوری که میشه مردم میبینن همه داراییشون از بین رفته، علی همین دوباره میرن با قیمت‌های پایینی که اونا رو فروختن دوباره میرن با قیمت‌های 2-3 برابر قبلی میخرن. خب وقتی اینجوری پیش میره دولت میگه آخ جون خزانمون تامین شد، پولمون بیشتر شد. حالا این وسط این دولت خب وقتی میبینه اینجوری شد خیلی خوشحال میشن، چون خیلی ها بیشتری ضرر خوردن. حالا ببینیم بچه الان اونجوری که من بورس ها رو نگاه کردم و نمیدونم طلا و اینا، به نظر من بهتره برین طلا بخرین. چرا؟ چون کلا طلا سودآوره و هیچ وقت قرار نیست بهتون ضرری برسونه. انا همونجوری که من پیش بینی کردم ظاهرا تا 2-3 ماه آینده، ببینین امروز الان اگه اشتباه نکنم 31 اردیبهشت ماه سال 1404. خب 2-3 ماه دیگه طلا قرار خیلی خیلی بیاد پایین. بعد از اینکه اومد پایین به حداقل برج 5-6 که رسید، خب اون موقع طلا حداقل بالای 8 میلیون میره، یعنی یهویی فوران میکنه. این فورانی که بکنه خب همه مردم شوکه میشن، چون دیگه همه پولاشون ریال شده، دلاری ندارن، طلایی ندارن، خلاصه خیلی ضرر میخورن. به نظر من به جای دلار و ملک و خونه و ماشین برین طلا بخرین فعلا. تا ویدیو بعدی